چند حقوق کودک در اینجا بیان میشه. پیش از ما حقوق کودک. اظهار نگرانی نماینده امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسانی تاجیکستان در موردی از تحصیل دور ماندن فرزندان مهاجران تاجیک در روسیه. از روی حساب وزارت معارف در یک سال اخیر بیش از 9000 کودک تاجیک که در روسیه از مکتب‌ها رانده یا از تحصیل محروم شدند به تاجیکستان برگشتند. آماری مشخصی کودکانی که هنوز در روسیه هستند ولی در یگان جا نمی‌خوانند دقیق نیست. تعداد تخمینی آنها نیز هزارها تن گفته می شود. ما در تمام روزهایی که با جنوب فدراسیون سر داریم از روزهای این دولت در سمت عملی سازی تامین کودک مشکل میکنه که اینها باید که عملی کرده شود. دوی مسئله که در اینجا از نظارت بیرون میماند این از اویله دور شدن کودک است. متاسفانه با نظر داشت که کودکان در اونجا که به تحصیل فارغ نشدن آنها احتمالات به کشور برگشتنشان زیاد میشود و متناسباً احتمالات دوباره به کشور برگشتن قدر مدرن زیاد میشه که آنها نمیتونن بنابر نوشتن کوری و مشکلات‌های مالی اجتماعی به میان میاد. در پی دیگرگونی در قانونگذاری و سیاست مهاجرت در روسیه ترتیب قبول کودکان مهاجر به مکتب‌ها دشوارتر شد. آنها به سپردن امتحان زبان روسی حق تحصیل ندارند، چیزی که حامیان حقوق تنقید کردند. از سوی دیگر خود مهاجران هم باید قانونی بودن بودباش خود را در روسیه اثبات کنند. این سختگیری ها سبب شد که ماه سپتامبر سال 2025 بیش از 87% فرزندان مهاجران در روسیه از مکتب ها رانده شوند. در وزارت معارف تاجیکستان گفتند این کودکان را در مکتب های کشور جابجا کردند، هرچند دشواری های نیز وجود دارد. اینا فرزندان ما هستند، اینا فرزندان جمهوری تاجیکستان هستند. وقتی که ما مراجعت کردن اونا را جابجا کردیم. فقط در بعضی حالات پرابلم ایشونه که بعضی شهروندان در فدراسیون روسیه با تحصیل فارغ گذاشتگی نیستند. مثلا در تاجیکستان خونده صنف 7 رفت است یک سال نخونده است برگشته میاد میخواد که به صنف 8 یا 9 بگذارد. این خیلی ممکن نیست. قانونگذاری باید تقریبا 75% اون تحصیل باید اسقاط کند. هرچند مشکلات از تحصیل دور ماندن فرزندان مهاجران تاجیک در روسیه هنوز هم باقی مانده است، به نظر می رسد جانب تاجیکستان برای حل آن با مسکو وارد گفتگو نمی شود. در شرط اگر بررسی لایحه میشد که ما این اون چیز میگفتیم. الکی به قانونگذاری داخل روسیه امراض وارد کرده شده و این مشکلات باقی ماند. این بعد اینها مرحله به مرحله همین نظام و تنظیم داره. شماره دقیق کودکان تاجیک در روسیه معلوم نیست. وزارت کار و مهاجرت و نهادهای دیگری تاجیکستان سالهای اخیر آمار مهاجران تاجیک را در روسیه پنهان کردند و از رسانه‌ای کردن آن خودداری می‌کنند. چیزی که تاکنون معلوم است در پی سخت شدن قانون‌های مهاجرت سال 2025 بیش از 36,000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج یا از فرودگاه و گذرگاه‌های این کشور پس گردانیده شدند.